سلام به همه دوستای عزیز از هر جای دنیا که دارید ما رو نگاه میکنید. ایشالله که حال دلتون خوب باشه، روزتون بخیر، شبتون بخیر. ما دوباره این هفته اومدیم خدمت شما توی شب بسیار ویژه. اکچولی ببین فارسی انگلیسیمون هم قاطی شد. توی شب هست چه شد؟ آها ببخشید یه خواهی همه رو قطع و قطعم شدیم و مشکلات تکنولوژی. من از کانادا دارم با شما صحبت میکنم. ما باد خیلی شدیدی اینجا داریم. وقتی که باد اینجا شدید میشه یه مقدار شرایط اینطوری میشه دیگه. ببخشید دیگه با ما راه بیاین. یلداتون مبارک باشه، ایشالله که دلتون شاده. من سمانه هستم از آنتریوی کانادا، از جای خیلی سرد دارم با شما صحبت میکنم و اینجا با 3 دوستای عزیزی هستم که اینجا در کنار من هستن و میخوان که خودشون رو برای شما معرفی میکنم. فرناز جون. سلام خدمت همه دوستان عزیزم، چه از اونایی که از صفحه من دارم میبینم ما رو و چه از اونایی که از صفحه دوستان عزیزم دارم. من فرناز هستم. اول از همه اینو بگم که شب یلداتون به خیر و شادی باشه. ایشالله که هر جا هستین دلتون شاد باشه، جیباتون هم پر برکت و پر پول باشه. من فرناز هستم، از تگزاس آمریکا دارم صحبت میکنم و امشب دوباره اومدیم بعد از یه هفته مهمون خونه هاتون باشیم و امشب یه مهمون عزیزم داریم. آنی جون شما بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم هر جا که هستن. حالا هر جا که صبح شب روزتون بخیر باشه. شب یلدا هم بهتون تبریک میگم. یه چیزی هم در مورد یلدا میخوام بگم. یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی اونقدر کوتاست که 1 دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت. بازم به همه فارسی زبانان عزیز تبریک میگم. منم آنی هستم، توی تگزاس آمریکا زندگی میکنم. ممنون از اینکه مهمون عزیزمون دعوت ما رو پذیرفتن و امشب به ما پیوستن. آقای اویس عزیز مهمون گرامی، بفرمایید خود رو معرفی کنین. امشب شب شماست دیگه، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون که منو دعوت کردین، باعث افتخار در خدمت شما باشم. من اویس هستم، اورگان زندگی میکنم، پورتلند اورگان امریکا زندگی میکنم و شب یلدا رو هم به همگی تبریک میگم. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین و در آینده سال خیلی خوبتری داشته باشین. پر از موفقیت و شادی باشه برای همگی. من در خدمتتون هستم. بسیارم عالی. ما امروز بحثی رو که داریم اینجا و سوالی رو که داریم از شما داریم میکنیم. اول اینکه لطفاً برای عزیزان خودتون رو یه مقدار از خودتون بگید که کارتون چه هست، چه کار میکنید و چطور شد که این موقعیت اینترنتی بسیار پربرکت رو انتخاب کردید تا من به سوال بعدی برسم. خواهش میکنم. همونجور که گفتم پورتلند اورگان امریکا زندگی میکنم. من تقریبا 12 سال پیش از ایران موو کردم و اومدم امریکا. اوایلش سختی‌های خیلی خاص خودش رو داره مهاجرت، هممون تجربه کردیم. با بک‌گراند مهندسی در واقع اومدم و یه مقدار اینجا دوباره تحصیلاتم رو ادامه دادم. مدرسه رفتم به قول اینجایا و بعد از 2-3 سال توی شرکت در واقع های تک استخدام شدم و مشغول به کار شدم. ادامه داشت تا 8 سال و بعد از 8 سال بهم گفتن خداحافظ. منم گفتم خیلی ممنون. ولی خب همیشه من تو فکر داشتن یه کار در کنار کار اصلیم داشتم و در واقع این شاکی که بهم وارد شد و این من بهش میگم موقعیت، نمیگم بدشانسی، که از کار اومدم بیرون باعث شد که خیلی مصر باشم برای پیدا کردن یه کاری که کار خودم باشه و بتونم باهاش خوشحال باشم و آینده‌مو بسازم. که خوشبختانه با این کار با بیزینس آشنا شدم و خیلی خوشحالم و خیلی باعث خیلی تغییرات بزرگی تو زندگی من شده تا الان و باز اگر سوالاتی دیگه باشه در خدمتتون هستم.
بسیار همالی. ما 3 نفر معمولا وقتی که میایم با یه جمع سوالاتی میایم که توی هفته از ما زیاد پرسیده شده. یکی از سوالاتی که همش میپرسن از ما، میگن که شما که همتون کارتون رو دارین، چطور شده که با اینکه این کار خودتون رو هنوز دارین، اصلا این موقعیت اینترنتی و بیزنس آنلاین و هر چی که میخواین اسمشو بذارین، اصلا چرا دنبال کار دوم بودید و چرا در کنار کار اول کار دوم رو هم لازم میدونید که داشته باشید؟ نظر شما چیه؟ شما الان کار اولتون رو دارید، یه مقدار در این مورد برای ما توضیح بدید. خواهش میکنم. البته من بعد از اینکه کار اول ما دست دادم دوباره کار پیدا کردم و همچنان کار در واقع کار اصلی رو دارم. ببینید یکی از دلایلش اینه که همیشه داشتن درآمد اضافه خیلی کمک میکنه به اینکه شما بتونید راحت‌تر زندگی کنید در کنار کسایی که هستین، کسایی که دوستشون دارین و حتی میتونید به کسایی که دلتون میخواد و دوست دارین کمک بکنید. یکی از دلایل اصلیش اینه خب اکثر ما اینجا در واقع شاید با داشتن یه دونه کار نتونیم یه سری از مخارجی که دوست داریم ما از عهده‌اش بر بیایم، مثل سفر زیاد رفتن یا حتی پیمنت های خونه، شاید با یک کار واقعا نشه و سخت میشه. یکی از دلایلش اینه. دلایل دیگه‌اش که شاید برای من خیلی مهم بود این بود که این کار شما هر موقع تایم داشته باشین و هر چقدر دلتون بخواد میتونید براش تایم بذارید، رئیس ندارید و هر جا که برید، هر جا که باشید با داشتن یه وای فای، لپتاپ و گوشیتون میتونید کارتون رو بکنید. خیلی فلکسیبل، اتوماسیونه و یکی دیگه‌ش هم بازنشستگی زود موعد داره که در واقع این هم خیلی میتونه مهم باشه. شما لازم نیست در واقع تا 60-65 سالگی صبر کنید کار بکنید و بعد بازنشسته بشید. تو این بیزینس شما میتونید خیلی زود به بازنشستگی برسین و از زندگیتون لذت ببرید. بسیار عالی و جامع جواب دادید. حالا میخوام که آنی جان و فرناز جون هم، چون ما الان هر 4 تامون در واقع کار اولمون رو داریم، حالا در 4 تا رشته فیلد مختلف هستیم ولی هنوز کارمون رو داریم و این کار دوم رو داریم انجام میدیم. حالا به هر ترتیبی که دوست دارید آنی جون و فرناز جون، شما هم در این زمینه نظرتون رو بگید. با اجازه فرناز جون، والا همه ما میدونیم که بزرگترین دغدغه افراد دغدغه مالیه. وقتی که دغدغه مالی داری واقعا نمیتونی، یعنی فکرت آزاد نیست، نمیتونی به هیچ کاری برسی، نمیتونی ورزش بکنی، نمیتونی تفریح بری، نمیتونی اون کاری که دوست داری انجام بدی، نمیتونی با خانوادت لذت ببری. یعنی همه ما، یعنی الان شرایط طوریه که از هر کسی بپرسی که دغدغه چی داری، همه میگن مالی. فرقی نمیکنه کجایی باشی، ایرانی باشی، خارجی باشی، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. همه این مشکل رو دارن به خاطر اینکه تورمه، به خاطر تورم همه این مشکل رو دارن. خود من همیشه دوست داشتم که یک درآمد جانبی در کنار کار اصلیم داشته باشم، به خاطر اینکه خب منم دوست دارم یه تفریحاتی داشته باشم، دوست دارم خیالم راحت باشه، میخوام برم مسافرت، خیالم راحت باشه برم ورزش، خیالم راحت باشه خیلی کارهای دیگه به خیلی از افرادی که دلم میخواد کمک کنم. خب وقتی که من یه درآمد دارم، خب واقعا آدم نمیتونه همین که بتونه مشکل خودش رو حل کنه خودش میشه خیلی، ولی وقتی یه درآمد دیگه داشته باشی خب مطمئنا میتونی به خیلی از کارا برسی و خیالت هم راحت تره. حالا چرا خیلی‌ها میگن مثلا آنلاین؟ واقعیتش من خودم که دلایلی که آنلاین رو انتخاب کردم وقتی بود، من خودم یکی از کسایی بودم که واقعا در معرض خطر بودم، چون من با مواد غذایی کار می‌کردم دیگه. کسی دیگه کیک نمیخواست دیزاین کنه، که کسی دیگه اصلا دیگه مهمونی و همه چی تعطیل شده بود. واقعا نگرانیم خیلی زیاد شده بود. گفتم الان به من بگن تو نیا بشین خونه، خب هممون مورگیج داریم، هممون یه سری قسطایی داریم اینجا که بعد بدیم. یعنی یکی از بزرگترین دلایل من این بود که من به فکر این افتادم که بابا یه کار دیگه باید پیدا کنم، حالا حتما نباید حضور فیزیکی داشته باشم. حالا وقتی دنیای آنلاین این همه پیشرفت داره و میشه هوشمندانه ازش استفاده کرد، چرا من ازش استفاده نکنم؟ به خاطر همین واقعیتش منم اومدم توی کار آنلاین. گفتم درسته که هیچی نمیدونم، خیلی دیدم خیلی هم هیچ بک‌گراندی ندارن، منم تلاش کردم و تونستم که این کار رو انجام بدم. اینا دلایلی بود که
من کار آنلاین رو انتخاب کردم. بسیارم عالی. فرناز جون. مرسی. آره منم به همین ساعت من چند تا دلایل داشتم. خب مشکل مالی برای همه هست، علاخص برای ماها که مهاجرین هستیم اینجا، یه کشور دیگه است. وقتی که میایم اینجا زندگیمون رو از صفر شروع میکنیم. وقتی که بچه دانشجو مسائل مورگیج و اینام داشته باشه، خب در درجه اول مسائل مالی خیلی چیز میکنه، فشار میاره با آدم. ولی چیزی که خیلی منو اذیت میکرد این که میگفت من توی دندون پزشکی کار میکنم و ساعت کاریمونم زیاده و من همیشه فکر میکردم من تا کی میتونم این کار رو ادامه بدم، چون روز به روز که سنمون داره پایین نمیاد، که سنمون داره میره بالا. بعد همیشه فکر میکردم خب اگه دوباره یه پندمیک دیگه بیاد بعد باید ما چه کار کنیم، چجوری میشه. من همیشه بیشتر چون میدونین که اینجا چیزای مدیکال هیچ وقت خیلی کم پیش میاد لی آف بکنن و همیشه چیزای مدیکال رو اینجا نیاز دارن. نگرانیم خیلی سر اون نبود ولی همیشه توان بدنیم بود. بعدش هم زمانی که کووید بود تنها کسایی که می اومدن آفیس و کارای دندونشون رو انجام میدادن کسایی بودن که کار از خونه داشتن، کارای یعنی هم بدنشون همیشه سلامت بود و همیشه برای چکاپ سالیانه‌شون، که اینا همه باعث شد که من تو فکر یه کار آنلاین باشه که زیاد وقت منم نگیره. یعنی وقتی که میام خونه یه 2-3 ساعت در روز اگه بخوام کار انجام بدم حداقل به اون درآمدی هم که میخوام برسم. خدا رو شکر که با آشنایی با این موقعیت اینترنتی تونستم اون چیزایی که دلم میخواد رو به دست بیارم. حالا این شما چه؟ بله دلایلمون خیلی شبیه همه تا حدی. منم چون با آموزش پرورش کار میکنم، با بچه‌های اسپشیال نیدز استثنایی کار میکنم ولی با مشکلات رفتاری خیلی بالا. کار منم مثل چون ما حالا از این ور به اون ور میپرم، چون ما خیلی از دکترها و پرستارهایی هستن که توی این سیستم میان و همشون هم همینو میگن ما از نظر بدنی و فیزیکی تحت فشاریم، وگرنه از نظر مالی ما مشکل نداریم، ولی در واقع ما داریم زندگی نمی کنیم، داریم کار میکنیم، میایم خونه میخوابیم، داریم توی محل کارمون زندگی میکنیم، میدونید. و من خیلی کارم رو دوست دارم، واقعا اون بچه‌ها رو دوست دارم، هیچ مسئله من اون نبود. همکارا و دوستای خوبی هم داشتم، البته ایرانی نبودم، من خیلی دوستای ایرانی فقط یکی دارم که همکار باشن. و برای من مسئله فیزیکیش بود. خب بچه‌ها میزنن، دست خودشون نیست، من لطمه خوردم، کانکاشن گرفتم، شونم پاره شد، هزار تا از این برنامه‌ها داشتم و بعد دوران کرونا هم خدا رو شکر من مشکلیمونو نداشتم. ولی منم مثل فرناز جون همش میگفتم که من تا کی میتونم، بدنم میتونه این مسئله رو تحمل بکنه که بتونه کار به این سختی رو انجام بده. بعد واقعیتی وجود داره در آمریکای شمالی، همونطوری که نوبت جان هم گفتم، مسئله بازنشستگی واقعا یک معضلیه علی‌تر، ولی خیلی طول میکشه به بازنشستگی برسی. بعد که به بازنشستگی رسیدی همه فکر میکنن خب ما خدا رو شکر میکنیم تو جای امنی هستیم و راحت داریم زندگی میکنیم، ولی همه فکر میکنن که اینجا بهشت برین و ما همه زیر پامون فرش پهن کردن و ما دیگه خیلی آینده‌مون. نمیدونن که بازنشستگی اینجا، یعنی من همکارایی داشتم که میخواستن بازنشسته بشن، قبلش اول میمدن تون دندوناشون رو درست میکردن، عینکاشون رو میگرفتن، چون بعدش دیگه اصلا این موقعیت‌ها رو ندارن. بعد حقوقای بازنشستگی اینقدر پایینه که شما میایین میبینید توی این مال‌ها دارن افراد سالمندان عزیز دارن کار میکنن، یا مثلا چه میدونم میان تو فروشگاه‌ها دارن کار میکنن برای اینکه واقعا براشون کافی نیست. اما همه افراد برگزیده کشورهای خودمون هستیم، اومدیم اینجا برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. و من گفتم که خب حالا دیگه بچه‌ها دانشجو، من 2 تا دانشجو دارم، بچه‌ها دانشگاه میرن و هزینه‌ها بسیار بالا و من الان باید یه فکر بکنم. همونطور که من پدر مادرمو ول کردم، تازه من میگفتن دختر خوبه، بلند شدم اومدم اینور دنیا، خب این بچه‌ها میرن، بعد من میمونم و همسرم میمونیم، ما میمونیم و حوزمون ما کاری بودم که بتونه به من درآمد بیشتری بده. این کار خوبیش اینه که
یک سیستم بسیار جدیدی داره که واقعا خیلی جالبه. هم یاد میگیری، هم یاد میدی، هم درآمد داری، هم دوستای نازنینی پیدا میکنی. و این مسئله که افراد بین 3 تا 5 سال به اون درآمد ثابت بازنشستگی میرسن، اصلا نمیتونستم باور کنم. برای همینه که میگن که ما همش میگیم بیاین تو دوره آموزشی، برای اینکه تا نیاین نمیتونید. دقیقاً ما هر چقدر بگیم که بیاین ببینید اینجوریه اونجوریه. من خودم رفتم تو دوره آزمایشی و خیلی هم زود خواستم، چون اولش که ترسیدم، گفتم نه نمیتونه باشه، همونطوری که خیلی از شماها اینو میگید. ولی وقتی میری خودت میبینی، این افراد رو میبینی، اون وقت میگه که آره برم ببینم که چی میشه. بنابراین من واقعا توصیه میکنم بهتون وارد این دوره آزمایشی ریسک فری این دوره بشین و خودتون از نزدیک ببینید. این هم دلایل من بود. حالا عزیزان چیز دیگه میخواین اضافه کنید؟ اضافه کنید. من یه 2 تا نکته رو پیرو صحبت شما دوستان بگم که همونجور که آنی جون گفتن این کار خوبیش اینه که هیچ بک‌گراندی نمیخواد. یعنی شما حتما نمیخواد که در واقع کامپیوتر خیلی بلد باشین، نمیدونم بک‌گراند خاصی داشته باشین، مهندس باشین، دکتر باشین. با هر بک‌گراندی میتونید شما وارد این کار بشین و در واقع از 0 تا 100 کار با آموزش‌های قدم به قدم به شما ارائه میشه. مضاف بر این که شما در واقع 24 ساعته همیشه کوچ و منتورتون هستن که کمک شما میکنن. اینم خیلی خوبه. و یکی از مهمترین دلایلش که شاید من رو خیلی تشویق کرد که بیشتر بیام تحقیق کنم در مورد این کار، قانونی بودنشه. وقتی شما فرم، حالا تو امریکا 1099 بهش میگن، واسه اداره مالیات دریافت میکنی، تو کانادا رو نمیدونم اسمش رو چی میگن. بله، وقتی شما فرم در واقع قانونی مالیات رو دریافت میکنی، در واقع این کار قانونیه و این برای من خیلی مهم بود. شاید برای خیلی از کسای دیگه و دوستان دیگه هم بله بیان تو این بیزینس و همین الان هم هستن، قانونی بودنش مهمه. خواستم 2 تا نکته رو بگم که یادآوری کنم، هیچ بک‌گراندی نمیخواد و 100% قانونی. 100%. آنی جون، فرناز جون میتونید مراحلش هم بگیم. خیلی نگران سامان جان، خیلی نگران زبانن که مثلا فکر میکنن که زبان انگلیسی حتما باید بلد باشن. تا 20% 30% اگه کسی بتونه یک فیلم رو نگاه میکنه متوجه بشه، مطمئنا میتونه وارد بشه و متوجه بشه، چون ما همه چیزا به فارسی ترجمه شده، همه ما فارسی زبان هستیم، حتی کوچا منتورای ما هم همه فارسی زبانن، زومای ما هم همه به زبان فارسی، یعنی مشکلی از این نظرم ندارن. نکته دیگه فرناز جون؟ هیچی راههای ورودش رو میخواستم بگم که ما آخر همین ویدیومون وبسایت همون رو میذاریم. دوستان چه از صفحه دوستان عزیز چه از صفحه من که ما رو تماشا میکنن میتونم به ما اسم و ایمیلشون رو بذارم، ما اطلاعات رایگان رو براشون میفرستیم. اگه دوست داشتم میتونم وارد دوره 30 روزش بشن که تو اونجا به فیسبوک خصوصی افراد میتونن، به اون گروه خصوصیمون میتونن وارد بشن که میتونن با افرادی که رده بالا هستن ارتباط برقرار کنن و اطلاعات بیشتری رو بگیرن. خوشحال میشیم که بتونیم دوستان رو تو این راه کمک کنیم. بسیار هم عالی. فقط یک موردی رو بگم، چون خیلی از دوستان و عزیزان با ما تماس میگیرن، متاسفانه از ایران و افغانستان قابل انجام نیست، برای اینکه به دلیل تحریمات، چون همونطوری که گفتیم این بیزنس قانونیه، بایستی که حساب بانکی وجود داشته باشه، باید آدرس وجود داشته باشه و این پول باید رفت و برگشت بشه و انجام بشه و متاسفانه قابل اجرا نیست. عزیزان دل، مورد دیگه هست یا دیگه خداحافظی کنیم؟ من یه نکته دیگه هم بگم خاطرم میاد. و این کار سن و سال نداره. درسته بازنشستگی زود موعد داره ولی سن و سال نداره. اگر شما دارین در واقع ما رو تماشا میکنین، اینجا نشستین، همه تو رده‌های سنی متفاوت هستین. حتی کسانی هستن که 80-85 سالشون هست دارن کار میکنن و نگران نه بک‌گراند باشین نه سن و سالتون، همه چی
اینجا در واقع شما آموزش داده میشه و نگران نباشین. خوشحال میشیم که در واقع به این تریال 30 روزه جوین بشین و نگاه کنید و اون موقع کاملا متوجه میشید در واقع شاید این 90 دقیقه واقعا زندگی شما رو عوض بکنه و برای من که اینطوری بوده، برای بقیه دوستانم فکر میکنم قطعا همینطوری بوده. بله 100%. وقت بذارید اگر که به آیندهتون اهمیت میدید، نگران آینده هستید و دوست دارید راحت‌تر زندگی بکنید، در واقع این تریل 90 دقیقه‌ای رو حتما نگاه کنید. کاملا درست گفتین. در آخر میخوام بگم دوستان عزیز، امیدوارم که شادی‌های زندگیتون به بلندای شب یلدا باشه، دلتون شاد باشه، در کنار خانواده‌تون و عزیزانتون به شادی و شادمانی زندگی کنین. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار. مرسی ازتون. ممنونم. شب ممنون.